من میخوام چند تا عکس به شما نشون بدم آقای جمهور که از جلسات متعدد شماست. یکی از عکس ها عکس دیشب است. فکر میکنم دیشب یا پریشب. طبعا شما را دیدین، ما رنگه چاپش کردیم و در این عکس شما آقای رحیمی را میبینین، آقای کاکر را میبینین، آقای فضلی را میبینین، آقای سانکزی را میبینین، آقای صدیقی را میبینین. چقدر یک تیم همه شمول در این عکس که بسیار مهم است با مقامات امریکایی در اطراف شماست. کل این تیم قبلا امرای وزیر داخلم دیده، امرای وزیر دفاعم دیده. حرف سر تیم شماست. حرف سر کسایی است که در جلسه دو روز است. تیم همه شمول است. و نقطه آیا بحثا افغانستان شمول است؟ آیا بحثا به منافع افغانستان است؟ یا هر چیزه شما میخواین پس به تقسیم برید؟ نه، بحث تقسیم نیست. بحث نمایندگی واضح از منافع ملی افغانستان است. آیا کدام روز در نمایندگی از افغانستان ما از کدام قوم یا جهت یا دیدگاهی کوچک نمایندگی کردیم یا از اولیاترین منافع افغانستان نمایندگی کردیم؟ شما همیشه گفتیم که هیچ افغان از افغان دیگه کم نیست. درست؟ در انتخابات هم گفتین، بعد از انتخابات هم گفتین. ایره گفتن که یک هیئتی بوده که با وزیر داخله هم دیده. این جلسه شما با مودی است که در این جلسه آقای محب، آقای قیومی، وزیر اطلاعات فرهنگ است. چقدر یک هیئت همه شمول است از نظر شما؟ مشکل تنده چیز سوال است. سوالی که میکنین مشکل تنده چیز. آیا مناسبات افغانستان و هندوستان به اساس منافع اولیای ما تنظیم شده یا نه؟ خیلی خوب. و نظر به موضوع امی افراد بودن که ضرورتشان در جلسه بود یا نه؟ من در موقعیت قضاوت نیستم جناب رئیس جمهور. این سوالی که میکنین سوالتان معنا داره که مردم فرستاده است. نه معلوم داره، من از مردم استقبال میکنم، مگر هر ما باز دیست که نمایندگی از منافع اولیای کشور در مناسبات بین المللی شده یا نشده. با تدبیر رفتار کردیم، با اساس ضروریات وقت و ماحول تانستیم منافع افغانستان رو تشریح کنیم یا نه؟ این سوالی که اساسی است که بتانیم بهش جواب بدیم.